آرامگاه نادرشاه افشار. این مکان که می‌بینین در زمان قدیم حدود 14400 متر وسعت داشته و به دستور خود نادرشاه باقی بوده این به همین وسعت و بزرگی اینجا که برای آرامگاهش در نظر گرفته بودن. در سال 1145 نادرشاه دستور ساخت این مکان رو میده که البته بعد فوتش زمینای اطراف رو اقوامش میفروشن و فقط همین مقدار زمین میمونه.